کسانی که در ابتدای آموزش زبان هستند از این دو مهارت دیگه هم کم استفاده میکنن، حتی فیصدی نهایت کم استفاده میکنن و بیشترین استفاده باید این بخش باشه. کسانی که غیر متعلم هستند، حتی طفل وقتی که زبان یاد میگیره، آیا ما برش میگیم که بخی بچه نوشته کن؟ نه، اصلا. بخی بخوان؟ نه، نمیخوانه. فقط او گوش میگیره. در 1 سالگی، در 2 سالگی فقط شنونده هست. ما در گوشش کلمات میخوانیم این صداها 1 سال 2 سال او گوش میگیره، بعد از او شروع میکنه به صحبت کردن. پس ما و شما هم باید اول خدا به خاطر آموزش زبان خود طفل بسازیم. به چی معنا؟ به این معنا که زیاد گوش بگیریم و صحبت کنیم. انشالله شما به آسانی زبان یاد میگیرین.